عزیز هر جا که هستین جور صحت سلامت لباس عافیت بر تن داشته باشید و مانند طبیعت زیبای آیدلبرگ سبز و خرم و شاداب باشید و بمانید. بله، ما سفر کوتاهی به شهر هایدلبرگ داشتیم و جاهایی که بسیار خوب بود تا حدی که توان داشتیم رفتیم و برای شما تصویر گرفتیم. این اکنون شما هم تصویر میبینین. خواستیم که این سفر دیدنی را با شما هم شریک بسازیم تا اینکه شما هم از دیدن این ویدیو لذت ببرین و روزی شود که شما هم بتانین که به این جایها بیاین و از آیدلبرگ دیدن کنین. بله، آیدلبرگ شهری افسانه‌ای و یکی از بهترین مقاصد برای توریستی است که قصد سفر بر آلمان را دارد. این شهر جاذبه های منحصر به فرد را در خود جای داده و توریستان زیادی را پذیرا است. اگر شما نیز قصد سفر به این شهر افسانه‌ای را دارید، در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با معروفترین جاده های دیدنی هایدلبرگ آشنا بسازیم. بله، وقتی شما کسایی که میخواین به اینجا بروین کوشش کنین که یک برنامه ریزی منظم سفری داشته باشید. حدی اکثر به خاطر گذراندن زمان خود در هایدلبرگ برنامه ریزی دقیق بسیار مهم است، چرا که ما این تجربه سفر داشتیم و میخوایم که با شما شریک بسازیم. چون با ایجاد یک برنامه سفر شروع کنید که شامل جاذبه ها و تجربیاتی است که باید ببینید. سعی کنید روز خود را زود شروع کنید تا از ساعت روشنایی روز حدی اکثر استفاده را ببرید. بله، توصیه میکنیم برتان که از کفش راحت یعنی از بوت‌هایی که راحت باشه استفاده کنید، زیرا مقدار زیادی پیاده روی میکنید. کوههای بلند، پلهای مرتفع، جاده های بسیار پرخم و پیچ داره هایدلبرگ. البته حتما در برنامه های بعدی ما و قلم میریم و شما را همراه خود میبریم. شما کوشش کنید که بوت‌های بسیار راحت بپوشید پیش از رفتن، چون اونجا در پیاده روی ها ناراحت نشوید. و دیگه چی میخواستم براتون بگم؟ بله، قایق سواری هم در رودخانه هایی که در آیدلبرگ است خالی از زیبایی ها و خوبی های خودشان نیست، چون این قایق سواری اگر شما در قایق سوار شوید و در امتداد رودخانه میتونین که آرام به سفر خود نگاره کنین، از منظره لذت ببرین، نمایی که از خط افق شهر طبیعت در اطراف است شما لذت ببرید. این یک راه آرامش بخش برای جذب زیبایی هایدلبرگ از نقطه نظر متفاوت است. یعنی چیزی که متفاوت است این چیزایی است که من برای شما گفتم. خیلی منظره زیبا داره، خیلی سرسبز است، فضایی بسیار خوب است که ما را در خودش خیره میکنه. فضایی زیبا و مقبول وقتی که ما را در خود خیره کرد، حتما شما هم در آرامش این طبیعت زیبا غرق میشوید و حواس خود را مثل ما جوان کنید. بله، حتما بین. و راستی میخواستم یک موضوع دیگر را براتان شریک بسازم که شما تشویش نداشته باشین که ما موتر باید داشته باشیم، وسیله نقلیه داشته باشیم، بعدا باید ما به آیدلبرگ به خاطر سفر کردن بروم. اصلا به خاطر این موضوع شما فکر نکنین، چون که مثل دیگه شهرهای آیدلبرگ، شهرهای آلمان، آیدلبرگ هم یک سیستمی حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که از جمله اتوبوس است و ترامبوهاست که شما را میتونه به راحتی به نقاط مختلف شهر برسانه. و همچنان موضوع دیگر پیاده روی است که بیشتر براتان گفتم باید بوت‌های راحت بپوشید. دوچرخه سواری نیز گزینه‌های محبوبی برای گردشگری و گشت گذار در شهر است که شما میتونید که از این همگی لذت ببرین. و در تصویر برای شما هم نشان دادیم که کسایی که با هم عاشق و معشوق هستند اینجا میاین، قلب میکنن، قلب میارن اینجا بند میکنن، نشانه محبتشان، نام خودشان نوشته میکنن
تریپل مکمل از قلب است. وقتی که ما از دور میبینیم فکر میکنیم که دیزاین است یا هیچی باشه، اما وقتی که نزدیک میایم همه اینا قفل است که اینا بسته کردن. شاید که یکی از رسم رواجاشان باشه و همین است که دیگه این خودشان میفهمه و این موضوعشان. فقط خواستم که به شما هم ببینین و ما هم دیدیم، شما هم لذت ببرین. منتظر برنامه بعدی ما باشین. حتما جاهای دیدنی بسیار خوبی را براتان معرفی میکنیم. ما هم میریم لذت میبریم و شما را آشنا میسازیم تا اینکه شما تشویق شوین، کم کم به گلگشت بروین، زیبایی های طبیعت را ببینین تا اینکه حسی خوبی براتان داشته باشین. تشکر از همراهیتان.